جام سلمان به خود دختر خالم جام سلمان دکتر بود ولی دید درآمد نداره اومد دوست شد. الان ما باید ببین الان این دختره تو خونه چه دختره مشکلیه. سلام آقای حالت خوبه؟ سلام حال شما خوبه؟ شما شنیدم خیلی خوب برای دوزی کنون همه منطقه رو خالی کردیم. بله من دزد منطقه هستم. چرا نوشید دکتر شایان؟ دکتر بود ولی دید درآمد نداره اومد دوست شد دوستان. پس در نتیجه درس نخوندیم. دو رفتیم. تموم شد دیگه باید بریم گرایی کنیم. $10,000 در بیاریم. خب حالا میریم. همین الان چقدر پول کارت را میندازه؟ واسم کامنت کن. کوینا فراموش نشه. عالی دوز با معرفت. برو نداریم. برو دوز با معرفت. برو پس تو چیکار کنیم؟ آقا نه داریم قدم میزنیم. ما الان داریم قدم میزنیم تو کوچه. ما سه تا هستیم گرفتیم که بیا چیزه اون سمت چپ. این چیه؟ سلد کار. نه کار که نداره. آقا نباید آقا این خونه به نظر پلیس جلوته علی. خب کاری نکنیم هنوز که پلیس باشه. او راست میگه راست هنوز کاری نکردیم. ماسک داریم نه مثلا ما داریم با هم یه حرف میزنیم. سلام حالشون چه خوب. هوا اینقدر آلوده بوده ماسک زده بودین خانم شما. علی بیا یه کرابار تو این خونه هست. اومدم پلیس نیلوفر گرفتنمون. چجوری رد شد؟ آقا جام سلمان به خود دختر خالم جام سلمان. فکر نکن. نه با چرا باشیش گفتیم ما بیا این خونه آجی عالیه. این خونه دشت باورم نمیشه. نه نزدم. شایان بیا این دشت تو این خونه است. آقا من بهت میگم پول تو این خونه است. دو نفر هستن بیا شوهر عمه صاحبخونه گفته رفتن مسافرت. بریم خالی کنیم. برید بیا دنبالم بیا اینا فامیلاش اینا جیباشون مشکل دارن. خب بعد گفتن اینا رفتن مسافرت. الان ما باید ببین خبرشون وایسا درمونو بزنن بجایی که ما درش وایسا بیا پشت باید بریم. پشت بریم. بیا ولی سیمپل لاکیک داری؟ نه بخریم آجی. دیگه نخریدی؟ نه دیگه تو کروبار با پولش خریدی. بیا ببین میپریم روی آشغالا. خب اینجا آره نتونست میشه فکر. خب حتما کسی که آقا درو بشون شنیدم نه نشنیدم بذارم شنیدم بیا بزن شما کشون آقا من هیچی دستم نه او فرار نکن. نه این افتاد پلیس پشته حالا جالب اینو اصلا خواب نمیرن که باشه پلیس کشم. You're not going anywhere. Turn around while you still can. او پلیس چرا نمیره؟ پلیس خیلی بود تمام. لیمت بسارم چجوری دقیق منو بگیری ها؟ جفت تو مردی؟ من نیلوفرم زنده است. برای بقا دارم الان میرم میشه سمت تو واسه ما رفتی خیلی یا همه با هم میبینیم. بیا اینو بگیر این یه چیز دسته بچه ها ما از 5 تا ستاره 2 ستاره رو گرفتیم. من که بل کردم من الان میرم میخونه بزنی همیشه از اونایی که در خونه رو بام میزنن خوشم میمده. الان پشت سرت پلیس بود. برو گرفتنت. ماشی زنگ بزن بگو پیتزا آوردیم. آجی منو دیدم باورم نمیشه میگه پولیز در کردم من کیم رفت شب اومدم براتون ترجیح میدم بیام سمت شما ببینم 2 ستاره هم بچه ها شاید تکم بشم این نمیشه بالا
نوکرت هم پلیس دنبالته چه فرار کن. آقا بعد بشینیم حرکت کنیم نشستن چجوریه به من بگین ایسی آقا من میخوام بشینم چرا به من یاد نمیدی سی آقا جان سی مثلا قرارداد همه گیم هاست خوب باش ستون نمیشون بیا بیا آجی داریم میریم کجا بیا بیا جالب از اینجا نوکرت میخوای بپری اسکیل میخواد که ما نداریم همون سیکیوریتی لولش اینکریسته آجی اینو ولش کن این خونه مثلا یه استانداری چیزیه نظر $1000 داره آجی یه آیفون 17 داشته باشه تمامه رفتیم برد کردیم یه روز 06 85 06 85 یه کد یه همسیه چه کسی رفت تو خونه؟ نه بچه خودشه نرین تو خودشه نه اومد بیرون اومد زودیم بریم یعنی که پشتون کنه نه روز زنه بره گم شد داریم سمت من علی پشتته علی پشتته آقا سری خونه رو خالی کنیم زدمش کشتمش بمیر تو بالا سرش بایسته اون بلند میشه دوباره پلیس اومد شایان بریزیم بیرون اوکی من کش یکیو کش پلیس یکیو کشت آقا ما میتونیم سعی کنیم و گم شیم و حتما نباید پلیس رو کدومونو بمیریم You're not going anywhere. Turn around while you still can. نوکرت هم اگه تو زندان رفتیم بگو بیا بند 34 آقا تو نره گرفتن همونو جدا آقا ما قایم شدیم پشت سنگ کلوخه قایم شدیم خب داره میاد آره بزن میرم سمت تو واو شایان زنده ای؟ شایان زدم اشکال نداره ما پول جمع کنیم ما دو توی پول جمع کنیم خب تو فقط اینجا بسید واسه تلفونه بذار پلیسا برن پلیسا رو خونه‌شون برید استیشن تو چرا گروپ نمیدن شما رو میزنیم خب این برسه صدا میکنیم ها مارکت اکتیوه تو گیم صدامون بسته است فهم شاید بوازه خوب تو گیم حرف بزنید در اونو میزنم متو گیمینگ داریم میکنیم آجی چرا کم میشه به خدا جی تی ای بود الان تمام شده بود من داره اونو میکنم بزنی میزنم آجی رفتن بردیم آجی رفتن جلو میخوام فکر میتونیم بریم بکنم من آره بذار این بره خونهشون ما میریم داشتم وای جلو منه برو دیگه خبرت بیاد من نمیدونم محتاجیم انسانیت کجا رفته نبینتون آقای فهمیده ما اینجاییم انگارا آره ده پترولش شده دارم آره استریم اسنایپ هم میکنه پشتش بمون دیگه من نمیدونم من میرم اصلا سر رفت اینجا بیا آلتر لول ریترن تو نورمال ببین الان میگه دیگه گم شد دیگه وی سی بی ساسپک وی سی بی بیا خونه دختره ازت همین داریم میزنیم دیگه بیا نه اون خیلی سخته اون اکرش که میری میبینی سیکیوریتی لول اینکریست ببین دوزی هم اصولی داره ببین الان این دختره تو خونه چه دختره هوشیاری هم فقط دختر رو میبینه چیکار کنیم یه خونه بره بیرون به نظرتون صداش کن برون برای سومن فیلم داد هوا دیدت تو رو بابا آقا ما نباید در بریم بیا پنجره پوشش بریم آقا پنجره یه اسکیلی میخواد که ما نداریم یه دستگاهی میخواد نه خیر دستگاه نمیخواد این میزنی وا میشه میرسیم بشین از نظر من در رو نکنیم مرد میخواد بره بیرون بریم بیرون از اون یک پنجره دوباره بریم در رو نکنیم
ببین من میتونم جنگی برم بزنم بیام بیوشه. بابا بزنیش خب پلیس ببین یعنی خوب واقعا سطح هوش دو من اینجا دارم نیست تو دونم. بیا درش بریم ام درش بریم ها بریم. بیا از اون پنجره بریم تو بالا. ای خوابیده باشه خوابید بودو آره همون در آروم ها دستت نخوره بیادم بلند شی و وای در سلام بهونه قشنگ من بازم منم همون دیوونه همیشگی چه دختره هوشیری ولی زدمش. این دوباره بیدار میشه. ببین زدش که بره بی بالا سرش واسه پلیس اومد. Stop right there! چه وصل دفاعی پلیس در اومده خونه وصله نداشت. آقا بیا اینو بزن این وصله بزن. آجی فرست اید کیت سیم با هیچی نداریم. Stop right وای there! وای وای بدبخت شدیم. Stop right there! Stay down! این که من وسیله دفاعی ندارم. بعد تو بالا سر زنان سری میزدیش که رو زنده نشه. همه پولو خرج نکنه. یه چیزی آهم بدین. نه $150 من خریدم. من لاکی پیک خریدم و فرست اید فقط. لاکی کد خودم بیسبال من میشم مدیک بود آجی فرست اید میگیرم. آقا بیسبال بت بخریم بزنیمشون. نه هیچی نمیخواد بخری بچه الان دیگه از 0 خب هیچ وقت فکر نمی‌کردم $100 واسه بینانا باید بدیم. من میگم این خونه که نوشته سکورتش اینگریدنت اینو نریم. این سخته یعنی خب یه چیز راحت تری خونه کوچیکه چی نه همه رو باید آخه لوت این صابخونهش خونشه بخاطر همین این کریسته. خب نریم اینو توش اون ور رده های خیابون بدنیم. اون راحت تره باشه. آجی نرو تو علف و صدا شاخ شوخ دادی. شاخ شوخ ولی باز کن دیگه بیاد این اون ور تو برو این خونه هم. بیا این نورماله نوشته نورمال. بریم بیا خوب شاید بریم. این خیلی نورماله. آجی تو علف و میری صدا شاخ شوخ میده. شوخ کنم کدوم این نورماله؟ اینی که دورش هزاره. بیا آجی ما همه رو باید بریم ما 1000 تا باید از این محله در اینی که شایان داره با میکنه رو میخوام ببینیم حاجی این بزرگتره. بشین میلاد بشین این کار کنم بچه اینجا این تو خونم اینجا کارت میداره برده اینجا کارت داره چیه کدی ولی اون کاتر تو موقع استفاده کنی چی؟ کارت اونو که از اون کاتر نخریدم بیان سمت ما زنگ میزنم پلیس بیاره برای کسی تو هستش بگیم تو خونه شد این لحاظ باشه از اون برد خب اگه کسی تو خونه شه ما چیز کنیم پنجره بریم. اون گلس کاتر مگه نداری علی؟ نه دیگه نخریدم. بیا این تو بیا نخریدیم در همش باز میشه شیور داره آجی رد شیور بیشتراش برو آفرین آجی بریم یه آینید کت خب چیکار کنیم برو خب آجی سنگ بندازم تو خونه بچم برم این آیتم رو بزنم تو کامیون که اگه به چیزی رفتیم به چیز آره بیا بریم منم خود 2 تا آیتم خوب دارم آبی رنگی آجی پولش گرونه
بودو سر خونتان ببندیم نوکرتان خدافظ. حاجی بیچاره باید یه دونه این شیوره جدید برای شوهرش بخره. من دزدیدمش دیگه نداره. ماشین کجا بود؟ در کامیون بعد ساس نه، اون کلومپمون کردن میبره ماشین. کلومپمون کردن نوکرتان. بگو که گل نفرستد راست میگه این مگه کامیونونی در ما رو گذاشتن حاجی. درمون رو گذاشتن. نه کامل ما یه چه دیگه پارکه، اون ور پارکه. خوی من دارم میتونم واسه بخیرم دیگه با بسترمون گذاشته. از پشت توی دست بیا بریم بابا کامیون. کامیون همون یه چند نفر این عجب کامیون میدارن. کامیون اینجاست. بیاد اینجاست. ای والا جی $120. خدا بده روزی. برو بریم. اوه ای والا نوکرتم چقدر چیزای خوبی دزدیدی. اونتون من بچه که با یه نفر جلو. وای اون زنه نه من شایانه بیا. نه نه چیز قرمز جلو. نه اون تو حیاتشه، کارش حیاتشه. ولش کن داره باغبونی مونه گوجه این کار برای خودش. تو همه خونه ها هستن، تو هم خونه هم یکی بود.